به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام، من امیرحسین وحید هستم، مدرس دوره‌های نگارش اداری در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان. در این فایل قصد دارم چند نکته برای نوشتن یک رزومه حرفه‌ای خدمت شما ارائه بدم. قسمت دوم. در نوشتن رزومه به طور کلی باید چند نکته رو در نظر گرفت که مهمترین نکته صداقت و راستگویی هست. خب میدونیم که صداقت و راستگویی یک فضیلت اخلاقی هست، اما در عین حال یکی از شرایط اساسی برای زندگی اجتماعی و عدم رعایت این اصل نه تنها یک فضیلت اخلاقی هست، بلکه میتونه پیامدهای منفی به لحاظ اجتماعی، شغلی و حتی حیثیتی داشته باشه. بنابراین باید خیلی مواظب باشیم که در هیچ قسمتی از رزومه، چه در اطلاعات شخصی یا اطلاعات تحصیلی یا شغلی، مطالب خلاف واقع راه پیدا نکنیم. عدم صداقت فقط این نیست که آن چیزی که نیست به عنوان هست قلمداد بشه، بلکه ممکنه یه چیزی وجود داشته باشه ولی بزرگتر یا بیشتر از آن چیزی که واقعیت داره نشون داده بشه، که این تحت عنوان اغراق یا بزرگنمایی شناخته میشه و باید از اون پرهیز کرد. به عنوان مثال در ذکر عناوین شغلی قبلی حتما باید دقت بکنیم که دقیقاً مطابق واقعیت باشه. در عین حال تواضع و شکست نفسی هم در رزومه جایگاهی نداره. چرا؟ چون مخاطب ما انتظار داره که از توانمندی‌ها و دانش و سوابق ما آگاه بشه و در واقع هدف از رزومه هم همین هست، یعنی اون چیزی که هست رو به مخاطب منتقل بکنه. تواضع و شکست نفسی هم به نوعی با صداقت و راستگویی در تضاد هست، ضمن اینکه برای شخص میتونه تبعات منفی داشته باشه. در یک کلام باید گفت که رزومه نه جایی برای بزرگنمایی و احیانا مباهات و فخر فروشی است و نه جایی برای شکست نفسی. باید دقیقاً واقعیت و اون چیزی که هست در رزومه منعکس بشه. نکته دیگه‌ای که در رزومه باید دقت کرد محدود کردن اطلاعات هست. یعنی چه؟ یعنی اینکه اون چیزی که ضرورت داره به مخاطب انتقال داده بشه. این البته با صداقت و راستگویی در تضاد نیست. صداقت یعنی اطلاعاتی که لازم است به مخاطب انتقال داده بشه مطابق واقعیت باشه. اما قبل از اون ما باید تصمیم بگیریم که چه اطلاعاتی اصولاً لازمه که به مخاطب داده بشه. به قول معروف جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. بنابراین اطلاعاتی که وجودشون در رزومه ضرورتی ندارن یا معمول نیست نباید گفته بشه. معیارش هم این هست که نوشتن یا دادن این اطلاعات آیا سود یا ضرری داره. اگر سودی نداشته باشه یا حتی متضمن ضرری باشه، بنابراین از ذکر این اطلاعات باید خودداری کرد، به خصوص اطلاعات شخصی که ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره. اگر کارفرما یا طرف مقابل درخواست چنین اطلاعاتی کرد، حتما باید خیلی محترمانه دلیلش رو جویا بشیم و اگر دلیل منطقی نبود از ذکر و ارائه اون اطلاعات خودداری بکنیم. نکته دیگه در خصوص رزومه اینه که رزومه حتما باید ساختار داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی اولویت‌ها و ساختار منطقی و انسجام منطقی حتما در رزومه رعایت بشه. یعنی اطلاعات در بخش‌های مختلف دسته‌بندی بشه، همون کاری که در واقع در قسمت‌های قبلی توضیح دادیم که به چه صورتی هست، و به ترتیب مشخصی این تقسیم بندی و اطلاعات به کارفرما و مخاطب ارائه بشه. چرا؟ چون کارفرما و مخاطب بر اساس اون ساختاری که شما تنظیم کردید به رزومه نگاه میکنه و اطلاعات مورد نیاز خودش رو استخراج میکنه. اگر اون ساختار منطقی و
منسجم رعایت نشده باشه ممکنه اطلاعات مهم از چشم مخاطب دور بمونه و تأثیری که میخواییم بر مخاطب نگذاره. یا حتی ممکنه کارفرما یا مخاطب ما، خواننده اون رزومه، فرصت زیادی نداشته باشه که همه بخش‌ها رو مطالعه بکنه. در این صورت باید اطلاعات مهم در همون ابتدا، یعنی بعد از اطلاعات فردی، اون اطلاعاتی که فکر میکنیم در تصمیم گیری مخاطب تأثیر اصلی رو میذاره، اون اطلاعات رو قرار بدیم. نکته دیگه این که بعضا افراد فکر میکنن که رزومه مشابه نامه یا گزارش هست و ساختارش رو مطابق نامه یا گزارش تنظیم میکنن که این هم اشتباه هست. مثلا این که ما در ابتدای رزومه بنویسیم با سلام و احترام این جانب فلان، حالا سوابق و اینا رو ذکر بکنیم، این اصلا استاندارد نیست. اگر خواستیم نامه‌ای برای رزومه تنظیم کنیم، یک نامه جداگانه هست که در واقع رزومه پیوست اون نامه میشه. نکته دیگه در خصوص نگارش رزومه این هست که رزومه خوب رزومه‌ای هست که در کمترین زمان بیشترین اطلاعات رو در اختیار مخاطب قرار بده. بنابراین زیاده نویسی و بسط غیر ضروری مطالب اصلا درست نیست و عموما تعداد صفحاتی که برای رزومه مناسب تشخیص داده شده حد اکثر بین 3 تا 4 صفحه آچار هست. آیا استفاده از قالب‌های آماده رزومه که در اینترنت به وفور هست درسته یا نه؟ این در واقع بستگی به سلیقه شخص داره. بهترین کار این هست که شخص مطابق شرایط اختصاصی و شخصی خودش یک رزومه منحصر به خودش تهیه بکنه. اما اگر هم خواستیم از این قالب‌های آماده استفاده بکنیم، حتما باید شخصی سازی بشه، جاهایی که لازم هست تغییر داده بشه مطابق با اون بخش‌هایی که در قسمت‌های قبلی گفته شد، حتما این شخصی سازی انجام بشه. میشه از همین قالب‌های آماده ایده گرفت با استفاده از نرم افزارهایی که هست مثل پاورپوینت و ورد، رزومه مورد نظر خودمون رو بسازیم. به خصوص با استفاده از نرم افزارهای گرافیکی جذابیت‌های بصری هم به این رزومه اضافه بکنیم. نکته دیگه این که رزومه‌ای که تحویل کارفرما بشه میشه حتما باید تایپ شده باشه، به هیچ عنوان رزومه دست‌نویس نباشه و در نوشتن رزومه هم قواعد درست نویسی و کاربرد صحیح زبان رو رعایت بکنیم. رزومه باید در درجه اول خوانا باشه، یعنی از فونت‌هایی استفاده بکنیم که مناسب هستن و کاملا خوانا هستن. از فونت‌های فانتزی اجتناب بکنیم. تعداد فونت‌ها خیلی زیاد نباشن، حد اکثر 3 یا 4 مورد، مثلا برای عناوین، برای متن، برای احیانا اگر جداولی که استفاده می‌کنیم برای عناوین جداول. فاصله بین خطوط و پاراگراف ها طوری تنظیم بشن که از نظر دیداری مطالب مجزا و قابل تشخیص باشن. و نکته خیلی مهمی که باید بهش اشاره کرد در ادامه کاربرد صحیح زبان بحث غلط‌های املایی هست. غلط املایی در هر نوشته‌ای خیلی بد هست و به خصوص در رزومه میتونه تأثیر بدتری هم بذاره. از دید کارفرما وجود غلط املایی یا نشون دهنده بیسوادی نویسنده است یا بی‌دقتی و عجله کردن که به هر حال هر دو نقاط ضعف بزرگی به حساب میاد. به لحاظ ظاهر و گرافیک رزومه هم حتما باید از اصول گرافیک و صفحه آرایی استفاده کرد که ظاهر جذابی به رزومه داده بشه و البته افراط هم نباید کرد. به طور کلی فضای رزومه باید کاملا رسمی و باوقار باشه و در عین حال ساده و چشم نواز. میشه از ظرافت‌های گرافیکی هم به صورت متعادل و ملایم استفاده کرد برای اینکه خیلی هم خشک و بیروح نباشه. مثلا اگر رزومه قرار هست به صورت رنگی تحویل مخاطب داده بشه، میتونیم از رنگ‌های مناسب و ملایم در
جاهای مختلف استفاده بکنیم که جذابیت بصری بیشتری به رزومه داده بشه. در خصوص بازنگری نهایی و تحویل هم بهتره که قبل از تحویل رزومه یک یا چند نفر حتما مطالعه بکنن که اگر احیانا غلط املایی از چشم ما دور مونده یا موارد محتوایی یا انشایی ممکنه داشته باشه حتما تذکر بدن و اصلاح بکنیم. اگر قرار هست که رزومه به صورت کاغذی تحویل مخاطب داده بشه، از صحافی یا کاور مناسب استفاده بکنیم. همینطور برای پرینت فقط از یک طرف کاغذ استفاده بشه. و اگر هم قرار هست که رزومه به صورت فایل تحویل کارفرما بشه، در قالب PDF باشه و در عنوان فایل حتما نام نویسنده یا صاحب رزومه قید بشه. نکته دیگه این که حجم این فایل باید مطابق محدودیتی که مخاطب تعیین کرده باشه و به طور کلی هر چقدر حجم فایل کمتر باشه بهتره. نکاتی که تا اینجا گفته شد نکات کلی بود در مورد رزومه های مختلف. در خصوص رزومه های استخدامی هم بد نیست که چند نکته خاص رو متذکر بشیم. اولین نکته پرهیز از موارد غیر مرتبط هست. به عنوان یه اصل کلی در رزومه فقط باید مواردی قید بشه که با اون شغل مورد نظر هماهنگ باشه. بنابراین مدارک تحصیلی، مهارت‌ها و سوابقی که ارتباطی با شغل درخواستی نداره نیازی نیست که در این رزومه ها قید بشه، حتی ممکنه تأثیر منفی داشته باشه. در یک کلام رزومه باید رزومه تخصصی باشه. نکته دیگه در خصوص رزومه های استخدامی این هست که موارد غیر ضروری هم نیازی نیست که در رزومه اعلام بشه. مثلا سابقه تأمین اجتماعی. اگر هم کارفرما نیازی به این سابقه تأمین اجتماعی داشت، میشه به صورت جداگانه و خارج از رزومه ارائه داد. یا زمانهای بیکاری، یعنی جایی که زمانهایی که شخص شاغل نبوده، اون هم نیازی نیست که در رزومه ذکر بشه. با توجه به دوره‌های زمانی اشتغال خود کارفرما میتونه متوجه بشه که این زمانها بر چه اساسی بودن. یکی دیگر از موارد غیر ضروری دلایل ترک کار هست. یعنی در سوابقی که شما ذکر میکنید به هر حال برای کارفرما این سوال پیش میاد که چرا شغل قبلی که داشتید رو کنار گذاشتید یا کارفرمای قبلی که داشتید کنار گذاشتید و سراغ این کارفرما اومدید. خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، ولی نیازی نیست که در رزومه ذکر بشه، چون ممکنه برداشت‌های متفاوتی از طرف کارفرما بشه و تأثیر منفی داشته باشه. این مورد جزء مواردی هست که در جلسات مصاحبه شغلی به صورت گفتگو میشه راجبش بحث کرد و شفاف سازی کرد که سوء تفاهمی به وجود نیاره. یکی دیگه از مواردی که نیازی نیست در رزومه ذکر بشه حقوق کارهای قبلی، یعنی دستمزدی که برای کارهای قبلی گرفتید یا حقوق مورد انتظار در شغل جدید هست. این هم از اون مواردی هست که بهتره در جلسات گفتگوی شفاهی، یعنی در مصاحبه‌های استخدامی بهش پرداخت تا کاملا شفاف بشه و سوء تعبیر یا سوء برداشتی از اون نشه. نکته دیگه در خصوص رزومه های استخدامی پویایی رزومه هست که از چند جهت میشه بهش نگاه کرد. یکی این که رزومه‌ای که تهیه میکنیم باید متناسب با انتظارات کارفرما باشه. یعنی اون چیزی که برای کارفرما مهم هست به قول معروف برجسته یا بولد بشه و روی اون موارد مانور داده بشه. بنابراین برای هر موقعیت شغلی بهتره که در رزومه خودمون تغییرات متناسب با اون موقعیت اعمال بکنیم. یعنی اینطور نباشه که یه فایلی تهیه بشه و برای همه کارفرماها همون فایل
کپی بشه یا پرینت بشه و ارسال بشه. یک جنبه دیگه از پویایی رزومه های استخدامی این هست که اگر احیانا در زمینه های کاملا متفاوتی کار کردیم، بهتره که برای هر کدوم از اون زمینه ها رزومه جداگونه‌ای تهیه بکنیم. به عنوان مثال شخصی که هم در پروژه های عملی کار کرده و هم در زمینه تدریس مثلا در دانشگاه به صورت موازی کار کرده، بهتره برای هر کدوم از این زمینه ها رزومه های جداگونه‌ای تهیه بکنیم. و یک جنبه مهم دیگه از پویایی رزومه به روز نگه داشتن رزومه هست. یعنی بعد از هر تغییر چشمگیری که در مقاطع تحصیلی یا مسیر شغلی اتفاق میفته یا در بازه‌های زمانی مشخص، مثلا هر 6 ماه یک بار یا 1 سال یک بار، حتما رزومه رو بازنگری و متناسب با تغییراتی که اتفاق افتاده به روز رسانی بکنیم. و نکته پایانی پرهیز از غلو و اغراق هست که در ادامه اصل کلی صداقت و راستگویی به این نکته هم باید تأکید و توجه خاصی کرد. همونطور که قبلا گفته شد، همیشه فرض رو بر این بذاریم که کارفرما در خصوص ادعاهای مطرح شده در رزومه تحقیق خواهد کرد و اگر خدای نکرده مطالب خلاف واقع یا اغراق آمیز در این اظهارات وجود داشته باشه، میتونه پیامدهای منفی و تأثیرات ناخوشایندی برای فرد داشته باشه. بنابراین اصل رو بر این بذاریم که هیچ وقت غلو نکنیم، از دایره صداقت خارج نشیم و همیشه خود واقعی خودمون رو در رزومه در معرض نمایش بگذاریم. این فایل توسط گروه آموزشی نگارشیار تهیه شده. در صورتی که به مطالب این چنینی علاقه‌مند هستید، میتونید به صفحه اینستاگرام و همینطور کانال تلگرام نگارشیار مراجعه بفرمایید و نظرات خودتون رو هم با ما به اشتراک بگذارید. از توجه و دقت شما سپاسگزارم.